سلام علیکم تان عزیزین سلام خانواده سلام باشید چیز همین کودکی که ترسانچه کلان میشد کو کودکی که میترسونیم میشه مثال که با ترس با زدن بچه کلانش میکنیم و در آینده در جمعیت فایده آورده نمیتوند منفیت است. من مثال میارم یک تا شناس من در تاجیکستان از اویله چی میگن اینتلیگنت اویله لیکن وقتی که پدرشون در سال 90 سالهای جنگ از دنیا میگذره مادرش رای میکنه مثل کودک میزنه میترسونه چی میکنه و کودک میخواد چی میشود دانشجوی عالی را با چی میگن دیپلم سر تمام کرده زبانهای خارجی و یک روز ما در خانه‌اش مهمان شدیم و ما چگونه کافی یافت که شناس شدیم خیلی دوستی کردیم و با من گفت که کنی تو درباره کودکی با من قصه کن. گفتم چرا بگو کودکی تو چگونه گذشته است؟ گفتم کودکی من گذشته است پدر مادر تو رو نمیزدم. گفتم نه پدر مادر من زدگی نیستن. بعد گفت که کنی یک خوش رو با من نخواد که پدر و مادرتان تو چند سالگیشون با شما بودن. من مایدک بودم و گفت پدرم از این گذشت مادرم گمانم خیلی میزدن جنگ میکردن تو دختر هستی تو خیلی باشی و خیلی باشی. من گفتم من پدرم یگان گفتگی نیست که تو دختر هستی تو باید این خیلی باشی بچه باید خیلی باشه. من پدر و مادرم هم دیگه نیستم که دختر باید این خیلی باشه پسر خیلی باشه. همین عمومی ما را نصیحت کرده یعنی که فرزند این میگونه باید باشه. در خانه ما نمیگفتن که دختر باید این خیلی باشه بچه باید خیلی باشه. من فهمیدم نه پدر مادرم انا دخترم خنده قد که مرا مادرم میگفت که تو باید این باشی ایت باشی تو باشی. در آخر من دیپلم عالی رو چی میگن اعلا خوندم تمام کردم. در جمعیت نمیخوام کار کردن در جمعیت من کار فعالیت کردن نمیتونم نمیخوام عصبم نمیبرداره و مرا گفت که چقدر تو برآمد کرده میتونی در مکتب کار میکنی بود همه جا میتونی کار فعالیت کرده چقدر پیشروی داری. من ندارم من نمیخوام لیکن گفت تو من فهمیدم که تو رو پدر مادر چگونه میتونی تربیت کرده گفت فهمیدی برای پدر مادر محترم فرزنداتون با مهر و محبت تربیت کنید بخشید با مهر و محبت تربیت کنید در پیریتون مثل خیلی پدر مادر مصایب شدن شما صایب میشن فهمیدی. یکی دخترک گفت که من از رفتار تو فهمیدم که تو پدر مادر با مهر کلام کرده است که تو چقدر در جمعیت فعالیتت خوب است پیشرویت هست. اون میگه که منم با دیپلم ساختم کردم تو جستم اول با دیپلم ساختم کرده لیکن اون مثل من در مکتب کار کردگی نیست. من در مکتب کار کردگیم در جاهای شخصی کار کردگیم لیکن در مکتب تمام کار کرده میگه نمیتونم در جای بسیاری میگه سرانه بردارد میگه و زدگی سرش وش دیگه ویرانش دیگه چه بگم عصبش نمیبردارد عصبش خراب شده. اما در زلی میلیون آدم باشه برآمد کرده میتونم اینا در تو برآمد کرده ایستادم برام میگن گپ نزن ایتک و تک ما گپیش کس اهمیت نمیدم. من چیزی که میخوام کارم میکنم اول چیزی که میخواهد هم کارش رو میکنه وایم نمیخواد بخویش دیگه کسته بخویش دلش موده کزدم بخویش دلش پسر داخلش دیپلم گرفتم بچه میگه اینا مادر جون دیپلم برای تو گرفتم گیر دیپلم میگه من کار نمیکنم. کودک وقتی که زده کلام میکنه کودک در آینده نمیدونه که کدام کس رو انتخاب کنه و چگونه در جمعیت فعالیت کنه. اینا من از خودم میگم برای که میگه که نزدن ترسانچه کلام نکردم من خودم دیپلم گرفتم و من در جمعیت 18 سال در وطن خدمت کردم. اینا درجه بود تحصیل کردم با اینا به شما برآمد کرده ایستادم فعالیت خود رو دوام داده ایستادم در یوتیوب. ولی مرا ببینم اما خواهر نامش نمیگیرم ولی میگه که اینا با معلمه در یوتیوب برآمد کرده ایستاده. بله من فعالیت دوام داده ایستادم لیکن نه بعد گفت این سببش اون است که معلمه خب ما معلمه میدونیم مثلا کودک رو باید چگونه با تربیت کرد و گفت که انا گفت تاریخ حیاتی تو چگونه از کودکیت گفت رو با مهر کلام کردن تو با مهر با آدم ها علم و هنرت رو میخوای که بگی اما من رو که با زدن کلام کردم من نمیتونم که علمم رو به دیگران بیان سوالم انا همین برای همین والدین محترم و برادران محترم خواهرکاتون والدین محترم دختراتون با مهر و محبت کلام کنید بعد در آینده نتیجهش رو خواهید گرفت. این دانشون